خواهر و همزمان دو دختر سریال قیام و عثمان. روحی 1399. بالا خاتون و حلیمه خاتون دختر خانم هایی که در این اواخر در سریال قیام و عثمان غوغا برپا کردند. اینها هر دو در زندگی اصلی خواهر هستند، یعنی بالا خاتون ازگه ترور و حلیمه خاتون اسرا بلگیچ. اینها خواهرهای واقعی هستند که حلیمه خاتون در سریال قیام نقش داشت، خانم طغرل را بازی میکرد. وقتی در ادامه طرح شد که باید سریال عثمان را هم درست کنند، در آنجا حلیمه خاتون یعنی اسرا بلگیچ خواهرش را که یکی از مدل های جذاب ترکیه بود پیشنهاد کرد و ازگه ترور برای اولین بار در سریال عثمان نقش بالا خاتون را بازی کرد. هر دو خواهر با هم کنار فامیل زندگی میکنند و خیلی همراز خوب هم هستند. اسرا و ازگه هر دو در استانبول ترکیه زندگی میکنند و همیشه با هم خریداری میکنند. اسرا بلگیچ اکثریت وقت عکس‌های خودش را با ازگه یا هم بالا خاتون در سوشال میدیا یا صفحه اینستاگرامش نشر میکند و حالا هر دو خواهر مشهورترین و مطرحترین بازیگران در سال 2019 در ترکیه شدند. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.